زن کیست؟ زن شکوه و زیبایی، عشق و شفقت، مادری در سنگر، همسری همراه و همدل. زن قادر و توانمند، زن همسری می کند، مادری می کند، برای رشد و تجلی خانواده زحمت می کشد، مسئولیتی وصف ناپذیر. مادر، دستانت را با مهربانی بر دوش ما می گذاری، خانه و عشق را با هم ترکیب می کنی. بهترین نگهبان ما هستی، شایسته بهترین ها. زندگی را پر از قدرت و همت می کنی، دختری شاد و پر امید برای پدر. آرزوها را در دل همه پرورش می دهی، در کنارت مغروریم، مغرور. آسمان پر می کنی از ستاره، از تلاش زحماتی کشیدی، از عشقت و همدلیت ستایش می کنی. تو یک زن، یک دختر، الگویی برای همه ما، دلبران عشق، آرامش و آرزوی صمیمی ما. در روز مادر، دختر، زن تشکر می کنی به خاطر همه لحظاتی که با ما بودی. با قلبی پر از عشق روزت مبارک. تو تجلی ستایشی، بوسه بر دستانت میزنم، بوسه بر دستانت میزنم و روز زن، مادر، دختر را به تو و تمام بانوان ایران زمین تبریک میگویم. روزتان مبارک. متن و اجرا خانی. درود بر شما.